مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هلاکت باز یک پیاده‌گرد در نتیجه یک صدمه در شهر بختر خبر داد. بنا به اطلاع این منبع صبح بروقت 9 مارس سال 2022 تخمین ساعت 9:10 دقیقه راننده ماشین بارکش تمغه گاز بوتروف سمیجان سال تولدش 1979 ساکن ناحیه بلخی هنگام حرکت در شورای دوشنبه بختر در نزد نقطه فروش سوزشواری سوربون واقع در شهر بختر از رفشنه چراغ ماشینی که از روبرویش می آمد پیش روش را دیده نتوانست و با قسمت پیش ماشینش پیاده‌گرد شخصیتش نامعلوم جنسش مرد تخمینا 35-40 ساله را پخش نموده او را تخمینا 10-15 متر در روی زمین کشاله کرده بوده است. در نتیجه پیاده‌گرد مذکور جراحات وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. مقامات میلیشیا همچنین تلاش دارند که شخصیت جبر دیده را معاین کنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده بود که روز 7 مارس در 2 صدمه 2 نفر، یک کودک 7 ساله و یک مرد سالخورده جان باخته بودند. سرعت بلند حرکت و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت در راه، همچنان راه‌ها و ماشین‌های فرسوده از علت‌های عمده صدمه‌ها از جمله صدمه‌های مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان نام برده می‌شود. وقت‌های آخر استفاده تلفن‌های موبیلی و دیگر وسایل الکترونی هنگام راندن ماشین به یک عامل دیگر صدمه‌زا تبدیل یافته است.